علت روی آوردن مردم در این انتخابات به خاطر حضور جناب آقای مهندس میرحسین موسوی و نامزدی ایشان از یک طرف که یادآور دوران درخشان مدیریت ایشان در 8 سال دفاع مقدس و حیات پربرکت امام خمینی سلام الله علیه بوده از یک طرف و از سوی دیگر شکلگیری کمیته صیانت از آراء مردم در این دوره بوده است که موجب اعتماد مردم برای دخالت مستقیم و سرنوشت ساز آنها و تأثیری است که رأی آنها بر سرنوشت سیاسی کشور متاسفانه مجریان و وزارت کشور و برخی دیگر از دستاندارکاران با وارونه جلوه دادن رأی مردم پیروز انتخابات رو شخص دیگری اعلام کردند و به ناحق این بی‌عدالتی آشکار و این ظلم فراوان رو در حق مردم ایران روا داشتند و شخص پیروز آقای احمدی نژاد با شور و تعبیری که واقعی است و من نمیتوانم در اینجا اون تعبیر رو بکنم، در میدان ولی عصر به جشن و پایکوبی پرداخت و در حالی که غبار غم بر چهره ملت ایران در سراسر کشور اعم از شهر و روستا از این اعلام غیر واقعی نشسته و تا امروز هم هنوز غبار غم از چهره مردم پاک نشده، آقایان جشن پیروزی گرفتند. اتفاقاتی که در آن روز افتاد در
میدان ولیعصر و توهینی که رئیس جمهور وقت به مردم کرد در تاریخ کشورها و رؤسای کشورها هم بی سابقه است. هیچ رئیس دولتی، پادشاه و رئیس جمهوری مردم خود رو این گونه مورد عتاب و مورد اهانت قرار نمی‌دهد و به ملتی که میلیون‌ها نفر در راهپیمایی آرام روز بعد در میدان آزادی گرد آمدن و در خیابان آزادی به این ملت با تعبیر خس و خاشاک آنها رو مورد توهین قرار داد. حمله به دانشگاه و کوی دانشگاه کردند و برادران و خواهران دانشجوی ما رو به خاک کشیدند. و اما من یک گزارشی رو خدمت شما از جلسه‌ای را که با شورای نگهبان برگزار کردیم عرض بکنم. سخنگوی شورای نگهبان در این جلسه اعلام کرد که انتخابات برگزار شده و مردم هم با شکوه شرکت کردند. طبق قانون نامزدها و مردم اگر چنانچه اعتراضی دارند و شکایتی دارند با ذکر مصداق مطرح کنند تا اینکه شورای نگهبان در این فاصله‌ای که داره و میتواند بررسی کنه شکایت‌ها رو بررسی کنه و تا اون مدت مقرر قانونی بتواند
اعلام نظر قطعی راجع به این انتخابات رو انجام بدهد. سخنگوی اول بنده بودم. البته صحبت‌هایی که در اونجا به مدت 3 ساعت و نیم انجام شد تقریباً مکمل یکدیگر بود، اما من فشرده‌ای از موضع‌گیری هایی را که ما داشتیم در اون جلسه و مطالبی را که برای شورای نگهبان در اثبات ابطال انتخابات این دوره مطرح کردیم رو اینجا عرض میکنم. سخن این است که بحث مصداق در صورتی میتواند مطرح باشد که یک انتخاباتی سالم به صورت کلی برگزار شده باشد و این انتخابات موارد جزئی و مصداقی تخلف را داشته باشد. اون وقت شما بیایید راجع به اون مصادیق تخلف صحبت کنید. اما اگر